سیاره ما زمین با منظره‌های بکر و خیره کننده که هممون دوست داریم دیدنشون رو تجربه کنیم، اما با این حال مکانهایی هم وجود داره که بیشتر از 1 ساعت هم نمیتونیم دووم بیاریم. 7 تا از خطرناکترین مکانهای روی زمین. شماره 7، جزیره مار برزیل. 93 مایل دورتر از سائو پائولو سرزمینی وجود داره که خطرناکترین مکان روی زمین محسوب میشه. همونطور که از اسمش معلومه این جزیره پر از ماره و هیچ انسانی حق نداره در این جزیره پا بذاره. مارهایی که تو این جزیره زندگی میکنن جزء خطرناکترین و از طرفی در حال انقراضن و آخرین انسانهای ساکن این جزیره به دهه 1920 میلادی برمیگرده. شماره 6، مثلث برمودا. یکی از معروفترین اسرار جهان مثلث بدنام برموداست. این مثلث شیطانی بین میامی، برمودا و پورتوریکو وجود داره. جایی که انسان‌ها، کشتی‌ها و هواپیماهای غول‌پیکر بدون ارسال پیام‌های رادیویی به طور مرموزی ناپدید شدن. یه تئوری هست که میگه امواج قدرتمندی روی سطح این منطقه وجود داره که همه شواهد کشتی و هواپیماها رو از بین میبره و دلیل ناپدید شدن ناگهانی کشتی و هواپیماها همینه. شماره 5، دریاچه ناترون تانزانیا. دریاچه طبیعی ناترون بدنام‌ترین مکان روی زمینه که همه موجودات زنده با یه تماس ساده با آب این دریاچه میمیرن و پرنده ها رو که با دیدن ظاهر تمیز و زلال دریاچه روی اون میشینن به سنگ و مجسمه تبدیل میکنن که دلیلش قلیایی بودن آب و نزدیک بودن به کوه آتشفشانه که دمای آب این دریاچه رو تا حد زیادی بالا میبره و با کم شدن سطح آب دریاچه لاشه پرنده های مرده رو تبدیل به سنگ یا مجسمه میکنه. شماره 4، دره مرگ کالیفرنیا. دره مرگ اسم مناسبی برای این صحرای کالیفرنیاست که در آمریکای شمالی بدون هیچ آبی گرمترین نقطه زمینه که میتونه در عرض 14 ساعت یک انسان رو از پای در بیاره. این صحرای اسرارآمیز سنگهایی داره که روی زمین حرکت میکنن که ارزش یه سفر و ماجراجویی سریع رو داره، اما قبل از سفر به اندازه کافی با خودتون آب ببرید. شماره 3، صحرای داناکیل اتیوپی. جهنم روی زمین، جایی که اصلا از غریبه‌ها خوشش نمیاد. اگه این اسمای مستعار برای تصور این مکان داخل ذهنتون کافی نبود، بیایید با هم یه سفر کوچیک به این مکان بریم. دمای بسیار بالا و غیر قابل تحمل، اغلب بالای 50 درجه سانتیگراد. آتشفشان‌های متعدد با آبگرم‌هایی که گازهای سمی از اونها متصاعد میشه، این منطقه رو به مکانی ترسناک تبدیل کرده. تصور جایی بیرحم‌تر از صحرای داناکیل در شرق آفریقا دشواره. اکثر مردم این محل وحشتناک رو جهنم روی زمین میشناسن، اما این صحرا هر ساله تعداد زیادی از بازدید کننده ها رو از سرتاسر جهان جذب خودش میکنه. شماره 2، دره مرگ روسیه. شاید فکر کنید که دره مرگ اسم اغراق‌آمیزه، اما وقتی با این مکان آشنا بشید متوجه میشید که چقدر این اسم مناسب این مکانه که در شرق روسیه قرار داره. در دهه 1930 میلادی یه شکارچی که برای شکار به این منطقه رفته بود به زمینی بی‌آب و علف برمیخوره که با بدن حیوانات مرده پوشیده شده که چند لحظه بعد احساس سرگیجه بهش دست میده و سریع از این منطقه نفرین شده فرار میکنه. بعد چند سال شایعات زیادی درباره این منطقه اسرارآمیز پخش میشه و خیلی‌ها تصمیم گرفتن تا راز این منطقه رو کشف کنن و با جواب معما به خونه‌هاشون برگردن. اما درست مثل همه اون حیوانات 80 انسان تو این دره جون خودش رو از دست میده. دانشمندها با تحقیق روی این منطقه فهمیدن که کشنده بودن زمین به دلیل غلظت بالای گازهای سمی هست که از آتشفشان پخش میشه که ترکیبی از سولفید هیدروژن، دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرده که موجودات زنده رو در عرض چند دقیقه میکشه و این گاز برای سالها در بدن این حیوانات باقی میمونه و از تولید باکتری هایی که مسئول تجزیه هستن خودداری میکنه و به همین دلیله که لاشه های حیوانات سرتاسر این دره دیده میشه. شماره 1، غار بلور. غار بلور 300 متر زیر زمین قرار داره و در ورودی اصلی اون بلورهای عظیمی از جنس سلنیت دیده میشه که بزرگترین بلورهای طبیعی یافته شده در جهانه و بزرگترین بلوری که تا حالا در این غار پیدا شده 11 متر درازا، 4 متر قطر و 55 تن وزن داره. هوای داخل غار خیلی گرمه و دمای اون به 58 درجه سانتیگراد و رطوبت اون بین 90 تا 99 درصد میرسه. بدون تجهیزات لازم افرادی که وارد این غار میشن بیشتر از 10 دقیقه دوام نمیارن. دوستان خوبم، اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک و چنل ما رو سابسکرایب کنید.